سلام، چطورین؟ خوش اومدین به چنل یوتیوب من با یه ولاگ دیگه. اول از همه اینو بگم چون یادم میره، بچه ها لطفا سابسکرایب کنید و حتما کامنت بذارین واسم، هر چی که خواستین، اصلا ایموجی بذارین، فقط یه کامنتی بذارین. امروز جمعه است. مامان بابای من رفتن طبیعت گردی. منم چون تنها بودم گفتم که دوستام از صبح بیام پیشم، با هم دیگه صبحونه بخوریم و تا غروب باشیم. حالا الان دوستام رسیدن، یکی شاید هنوز نرسیده. میخوایم با هم صبحونه بخوریم. با من همراه باشین ببینیم که امروز چطور پیش میره. چند از صبحونه آره خیلی کوچولو موچولو، فقط در حد اینکه یه جامونو بگیره. دوستان خیلی معذب نشستن اینجا منتظرم ویدیو رو من قطع کنم. آره حالا انشالله تو جمعای بعدی جبران کنه. در واقع اینجوریه. نه بابا بخور، میگم صافش میکنم معلوم نمیشه دست زدیم. این خب میافته. آره بچه ما یکی دیگه هم نرسیده، اینکه بچه ها گشنشون بود. به خدا صبحونه خورسا یکی بعد از ظهره. ترکیب پیشنهادی روزا. اصل باشه بخور روزا تا نرسید. به صبحونه در حد هتل های 5 ستاره ترکیه. چها من گل گرفتم، دوستم برام گل آورد. آفتاب گردین. میسی چرا میخندی؟ چون صبحونه رو دیدین نهارمونم ببینین، البته که همه یه چیز سفارش خیلی خوشمزه است. من فکر کنم مثلا سلام، چطورین؟ آقا امروز فردای دیروزه. دیروز که دوستان بودن دیگه واقعا قابل پخش نبود. تصاویر چیزی نبود که بتونم براتون ویدیو بگیرم، ولی خیلی خوش گذشت. خیلی وقت بود که جمع نشده بودیم من با دوستای صمیمیم. خیلی روز خوبی بود. بعدش هم که دیگه بچه ها رفتن غروب، من خیلی خسته بودم و شب خیلی زود خوابیدم. امروز الان ساعت 1 میخوام آماده شم برم بیرون، یه برانچی بخورم، یه کافه بریم و اینا. بعد میخوام الان آماده شم. الان رفتم صورتمو شستم و یه روز آفتابی گرم پاییزیه، هوا 22 درجه است، خیلی گرمه و من واسه امروز یه استایلی چیده بودم و میخواستم مثلا عکس بگیرم، ولی انقدر هوا گرمه اونو بپوشم همه مسخرم میکنن. حالا الان فعلا آرایش میکنم، بعد تصمیم میگیرم که چی بپوشم. خب همونطور که میبینین من جوش زدم و اینکه من باید از این سپایه های رومیزی هم بگیرم، چون سپایه من اینجوریه، یه ذره حمله سخته واسه ویدیو گرفتن. واسه همین من باید یک سپایه بگیرم موقعی که مثلا میخوام اینجوری آرایشی نکنم راحت باشم. الان مجبورم شما اینجوری بذارم رو میز. من ضد آفتابمو زدم، اینه از برند بایوما، هم مرطوب کننده است هم SPF 30 داره. خیلی دوستش دارم اینو، البته که داره تموم میشه و جدید بخرم. حالا امروز میخوام برای اولین بار از این تینت شنل استفاده کنم. من بیام عقب‌تر جوشام انقدر از نزدیک هم نبینه. این تینت شنل من عمان که رفته بودم، این وریه، من عمان که رفته بودم اینو از دیوتی فری خریدم. یه حالت باحالی داره، یه کپسولایی داره با آب اینجوری قاطی میشه، یعنی واتر بیسته، بیسش آبه، رنگم میده پوست، ولی خیلی پوست رو مثلا فرش نشون میده و خوشگل میکنه. یه حالت your skin but better. اینو از اون موقعی که خریدم هنوز استفاده نکردم و دیگه گفتم امروز استفاده کنم ببینم چطوره. یه ذره حقیقت استرس هم دارم، دروغ چرا میدونم. اینو اول بزنم، میدیدم همه اینو میزنن رو دستشون. میبینی اینجوریه. خب بعد اینو اینجوریش میکنی با دست، این کپسولاش که توش رنگ دانه ها هستن فعال میشن و یه حالت کرم پودری میشه. جالبه. حالا من تو آینه بزنم بلندش کنم بهتون میگم.
خب من آمدم تو نور که شما بتونین پوستم رو ببینین. این پوستمه. ببین کاور نداره، فقط یه ذره رنگ پوستتون رو یه دست میکنه، آفتاب تو چشمم اخم میکنم، ولی خیلی هم واقعا هم چیزی که گفتم پوست خودتون رو یه ذره بهتر و شفافتر میکنه، یه حالت مخملی باحالی میکنه. ببین از نزدیک رو پوست هم اینجوریه، ولی مثلا میبینی جوشو کاور نمیکنه، یعنی مثلا به چشم کرم پود نمیتونی بهش نگاه کنی. خیلی هم سبکه رو پوست. حالا که خوبه. بچه‌ها من خیلی گوشیم شارژ نداشت، دیرم شده بود نتونستم بقیه میکاپ همو براتون ویدیو بگیرم، ولی یه بار کلا یه ویدیو اختصاصی راجع به میکاپ هم درست میکنم. حالا شما تو نور این تینت شنل رو ببینین، خیلی رو پوست قشنگه، خدای رو پوست قشنگه. خوش آمد. من اومدم خونه و دیگه یه ذره سریال دیدم و یه چیز خوردم. الان دوباره آماده شدم، دارم میرم دوستامو ببینم. میرم از استایلم. عاشق این بی اسکارفام، به نظرم بامزه ترین ترند این 1-2 سال ایناست. سلام. من از برای یوتیوبه. چرا یوتیوبی خانم؟ من معذبم. خجالت. قهوه. 2 hours later. The next day. بچه ها چطورین؟ امروز یک شنبه است. من دارم میرم باشگاه. آیا حوصله باشگاه دارم؟ نه اصلا. یعنی قشنگ به زور با کتک خودم مجبور کردم برم. اصلا رمود ورزش و اینکه تا اونجا رانندگی کنم تو این ترافیک و اینا اصلا ندارم، ولی میرم. A few moments later. بچه‌ها انقدر ذهنم خسته بود و تو فکر بودم، مسیر اشتباه اومدم و الکی خودم انداختم تو ترافیک. یعنی همینجوریش مسیر خونه ما تا باشگاه من خیلی دوره و ترافیکه و من افتادم توی ترافیک بیشتر. عالی شد. خیلی اعصابم خورده الان و دارم فکر میکنم که کاش قبل اینکه راه بیفتم این قهوه میخوردم. بچه‌ها من رسیدم خونه، الان ساعت 10:30 و وضعیت اتاقم اینجوریه. آره ولی آیا فکر کردیم من الان مرتب میکنم؟ نه. یه دلیلش اینه که خیلی خستم. یه دلیل دیگه هم اینه که میخوام یه ریل بگیرم و توش اتاقم مرتب کنم، چون شما خیلی این ریلا رو دوست دارین.
The next day. مشاورم تموم شد. یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا صبح مشاوره رفتن بزن. خونه. بعد میخواستم که همینجوری بیافتم رو تختم و یه ذره بخوابم و اینا. بعد گفتم الان که اتاقم به هم ریخته است و نور خوبه، امروز خیلی آفتابیه، یه ویدیو بگیرم مرتبش کنم از این حالتهای ASMR طوری که ریل بذارم. ولی بر سر دوراهیم، هم خیلی دلم میخواد بخوابم، هم میدونم ممکنه خوابم نبره و در نهایت 2 ساعت الکی بیافتم روی اینستاگرام و یوتیوب. نمیدونم، ولی میدونی آخه خیلی هم نامرتب نیست. چرا دیگه هست دیگه. حالا میبینین بهتون میگم چیکار کردم در نهایت. 2 hours later. تادا، کی باورش میشه اتاق رو مرتب کردم، ویدیو گرفتم و از گرما دارم میپزم چون که به خاطر ویدیو این لباس رو پوشیده بودم که خیلی گرمه. ولی بعد یه آفتابیه بچه ها، انقدر گرمه. ولی خب خیلی خوشحالم که ویدیو رو گرفتم و تنبلی به هم چیره نشد. البته که این اتاق 1 روزم اینجوری دووم نمیاره، ولی خب من دیگه برم. این چه باحال میاد جای صورتم. من دیگه برم استراحت کنم فعلا. روتین شبای من: دمنوش نعنا، شکلات تلخ و ادیت یا سریال. الان یه ذره ادیت میکنم، بعدش میشینم یه اپیزود سریال میبینم و میخوابم. شب بخیر. من میخواستم ولاگ رو دیروز تموم کنم، ولی امروز وقت موژه داشتم. گفتم برم شما با موژه های نازنازی منو ببینین بعد ولاگ رو تموم کنم. حالا الان دارم میرم سمت موژه. بچه‌ها مامانم با قهوه اومد دنبالم. بهم گفت شبیه دخترمون میکی موس شدی. اون دوست دختر میکی موس البته. بچه من دیگه اومدم خونه و این ولاگ رو میخوام اینجا تموم کنم چون که دیگه خیلی طولانی شد. ولی هفته بعدی دارم میرم تهران با دوستم، دوباره یه ولاگ داریم و مرسی که این ولاگ رو نگاه کردین. امیدوارم که دوستش داشته باشین و من شما رو تو ویدیو بعدی میبینم. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.